Partnership and Sales here at the Royal Ontario Museum. We're very excited to welcome the Iranian community to our first and hopefully annual Iranian Heritage Day. من بهنام اصفهانی‌زاده هستم از داخل موزه سلطنتی آنتاریو در تورنتوی کانادا. به کلیه هموطنان عزیزم سلام میکنم. من محمد شیخ الاسلامی هستم، یکی از مسئولین گروه تورنتو ایرانیانز. گروه تورنتو ایرانیانز با همکاری ایرانیان کانادین کانگرس اولین روز میراث فرهنگی ایران در موزه سلطنتی آنتاریو در روز شنبه 14 می سال 2011 در داخل موزه اجرا خواهد کرد. ما امیدواریم که بتونیم فرهنگ غنی و قدیمی ایران رو به ایرانی هایی که در اینجا هستن مجددا نشون بدیم، از همونجور به کانادایی هایی که تشریف میارن در اون روز موزه رو بازدید میکنن. بازدید از همه عزیزان دعوت میکنم که این روز رو توی کلندر خودشون مارک بکنن و تشریف بیارن اینجا و نه تنها با میراث فرهنگی ایرانی آشنا بشن، بلکه این فرصت رو پیدا کنن از این موزه رویال آنتاریو میوزیم که بزرگترین و مهمترین موزه کانادا هستش دیدن بکنن. ویژگی خاصی که موزه رام داره به عنوان بزرگترین موزه کانادا اینه که از تمدن‌های قدیمی، در واقع قدیمی و تاریخی سرزمین‌های دیگه مانند مصر، ایران، ترکیه و یونان اشیایی رو به معرض نمایش میگذاره و خب در اینجا در واقع اشیایی هم از تمدن‌های پیشین ایران وجود داره و من فکر میکنم که اگر ایرانی‌های مقیم تورنتو بخواهند پیوند تاریخی و فرهنگی رو برقرار بکنن با گذشته خودشون و همچنین به فرزندانشون بشناسونن، موزه رام میتونه یکی از جایگاه بسیار غنی و ارزشمندی باشه برای این کار. This is an attempt to display the richness and the depth of Iranian culture and to familiarize those from non-Iranian backgrounds with the truly unique nature of this culture and to bring people together and to build links of cross-cultural understanding between the ever-growing Iranian community in Canada and the multicultural fabric of this society. We're very excited to welcome the Iranian community into the ROM family. There's a very few communities who do this at the ROM, and we're very excited that the Iranian community is a part of this great celebration. So we look forward to seeing you all here on May 14th. من واقعا خوشحال هستم که در این سمت هستم که میتونم یه همچین برنامه‌ای رو برای ایرانی‌ها در تورنتو اجرا کنم و خواهش میکنم دوستانی که میتونن به هر نحوی کمک ما بکنن با گروه تورنتو ایرانیانز در تماس باشن و بتونیم این برنامه رو به بهترین وجه و غنی به جامعه کانادایی و ایرانی مقیم کانادا تقدیم کنیم. که با دوزخیان کنم ملاقات
شراب ارغوان برم به سوغات. هر قدر که در خاک ننوشیدم از این باده صافی، بنشینم و با دوزخیان